بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد حبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته در مورد تاریخچه کعبه معظمه و همچنین گوشه‌ای از فضایل مسجد الحرام مطالبی رو در این زمینه‌ها خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم. در جلسه امروز می‌پردازیم به بیان تاریخچه مسجد الحرام از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم تا کنون. ما می‌دونیم که در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام مسجد الحرام شامل خود کعبه بود و پیرامون کعبه. بنای خاصی که بیانگر مسجدی باشه، دیواری باشد و حد و مرزی مشخص شده باشد یا علائمی دیگری وجود داشته باشد، در زمان ابراهیم علیه السلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اتفاقی نیفتاده بود. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 8 هجری مکه رو فتح کردند، بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 سال رو در غربت بودند، در مدینه منوره و در دارالهجره بودند، نهایتاً توانستند که در سال 8 هجری مکه مکرمه رو فتح بکنند. در آن زمان مکه مکرمه و مسجد الحرام صرفاً خانه کعبه بود، همان گونه‌ای که در زمان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بود و در طول تاریخ تا آن زمان این گونه مانده بود. پیرامون خانه کعبه شن بود و خاک بود و تقریباً مساحت مسجد را که پیرامون مسجد بود و بعد از آن خانه‌های قریش در واقع شروع می‌شد و مردم زندگی می‌کردند، چیزی حدود 2000 متر بود. کل مساحتی را که گذاشته بودند به عنوان مسجد الحرام و پیرامون خانه کعبه که مردم در آن طواف می‌کردند همین 2000 متر بود و بعد از آن بدون اینکه دیواری باشد، حد و مرزی مشخص شده باشد، خانه‌های قریش شروع می‌شد. در آن زمان مردم وقتی که طواف می‌کردند در خانه کعبه و پیرامون خانه کعبه رو طواف می‌کردند، طواف با پای پیاده بود بر روی همین زمینی که شن بود یا خاک بود و احیانا مردم با شتر و اسب هم طواف می‌کردند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که مکه را فتح کردند در مسجد الحرام هیچ گونه تغییری رو ایجاد نکردند، به استثناء این که خود کعبه را و پیرامون کعبه را، بت‌هایی رو که وجود داشتند اونها را رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین برد. اما در خود مسجد الحرام و در خود خانه کعبه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه تغییری رو ایجاد نکردند، جز این که مقام ابراهیم
چسبیده به خانه کعبه بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم یک مقدار اونو فاصله دادند و روبروی باب کعبه گذاشتند و سقایت را و عهده و وظیفه آب دادن حجاج را که از آب زمزم در واقع می نوشانیدند حاجیان را، این رو به عهده عباس گذاشت، یعنی بر همون منوال قبلی که بود. و کلیدداری خانه کعبه را هم سپرد به عثمان ابن طلحه و فرمودند که تا روز قیامت این مال شما هست و کسی نمیتواند این را از دست شما بگیرد. اینها مواردی بود که و خصوصیات مسجد الحرام در مورد و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. در زمان خلفای راشدین و بعد از خلفای راشدین حکام مسلمانان هر کسی به اندازه وسع و توان خودشون و موقعیتی که داشتند مسجد الحرام را توسعه دادند. اولین توسعه مسجد الحرام در طول تاریخ در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. در سال 17 هجری و در دوران خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یک سیل عظیمی اومد و خانه کعبه را فرا گرفت. به اندازه این سیل قوی بود که مقام ابراهیم را از جایش کند و در رودخانه انداخت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقام ابراهیم را دوباره به جایگاهی که امروز هست اینو آوردند و قرار دادند، به خاطر اینکه حرکت طواف مردم بهتر بشود و در هنگام طواف مردم دچار زحمت نشوند. در حضور اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر مقام ابراهیم را از خانه کعبه مقداری دورتر آورد و دقیقاً همین جایی که امروزه قرار دارد. و غیر از این اقدامات دیگری که عمر انجام داد برای اولین بار در طول تاریخ مسجد الحرام این بود که ایشان برای مسجد الحرام دیواری رو ساختند، حصار کردند مسجد الحرام رو، یعنی محدوده مسجد الحرام را از خانه های مردم جدا کردند و خانه هایی که نزدیک مسجد الحرام بود و در حریم مسجد الحرام بود اینها رو خراب کردند، عقب کشانیدند اونها رو و یک دیواری رو برای مسجد الحرام ساختند و در این دیوار دوروبر این دیوار فانوس هایی رو آویزان می کردند که مسجد الحرام رو روشن می کرد. این نخستین باری بود که در تاریخ اسلام مسجد الحرام دارای دیوار و حصاری شده بود. همچنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کل زمین را سنگریزه فرش کردند، یعنی مسجد الحرام را هم سنگریزه فرش کردند و هم دیوار کشیدند و هم این که توسعه دادند. اولین توسعه در تاریخ اسلام در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اتفاق افتاد. مجموعاً توسعه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه چیزی حدود 1400 متر بود، یعنی خانه هایی رو که ایشون خریدند و به مسجد اضافه کردند و بعد از آن دیوار کشیدند مسجد الحرام را، چیزی حدود 1400 متر تقریباً بر مسجد الحرام ایشان افزودند. بعد از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ایشون باز هم یک توسعه بزرگتری دادند به مسجد الحرام. در سال 26 هجری ایشون متوجه شدند که مسجد الحرام در واقع تنگ شده، جایش کم هست و جوابگوی نمازگزاران نیست. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خونه هایی رو که پیرامون کعبه بودند خریدند و اونها رو خراب کردند و مانند زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه
هر کسی خونه خودش را میفروخت، اون رو میخریدند و اگر نمیفروختند اون را قهرن خراب میکردند و قیمتش را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و همچنین عثمان در بیت المال گذاشت که بعداً اصحابش راضی شدند و رفتن اون قیمت رو از بیت المال مسلمانان در واقع تحویل گرفتن. در زمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه این اتفاق افتاد. در سال 26 هجری ایشون اومدند و خانه‌هایی را که پشت دیوار مسجد الحرام بود اونها رو خریدند و به مسجد در واقع اضافه کردند این خانه ها رو. و در اون زمان رواق نداشت مسجد الحرام، ایشون اولین باری بود که رواقه هایی رو در مسجد الحرام اضافه کردند و مساحت تقریبی که در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه اضافه شد چیزی حدود 1400 متر و یک مقدار بیشتر از اون چیزی بود که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اون رو اضافه کرده بود، یعنی نزدیک به 1500 متر در واقع در مسجد الحرام دوباره اضافه شد. این دومین تعمیر یا به تعبیری توسعه مسجد الحرام بود. بعد از زمان خلفای راشدین، در زمان اندکی که عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما خلیفه مسلمانان بود و در مکه ایشون در واقع حکومت داشتند، بعد از این که ایشون خود خانه کعبه رو در زمان خودشون تعبیر کردند، قبلا اینو به صورت مفصل خدمت شما بینندگان عزیز من بیان کردم، خصوصیاتی رو که تعمیر خانه کعبه در زمان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما داشت. ایشون بعد از بنای کعبه و تجدید بنای خانه کعبه که در سال 64 هجری بود، در سال 65 هجری ایشون اومدند و مسجد الحرام را هم توسعه دادند و مواردی رو اضافه کردند به مسجد الحرام، خونه هایی رو خریدند و یکی از خونه هایی که در تاریخ ذکر شده که ایشون اضافه کردند منزل امام ازرقی بود، صاحب کتاب تاریخ مکه، که در روایات تاریخی که اومده اینو بیش از 10,000 دینار خریدند، چیزی که چسبیده به مسجد الحرام بود و یک منطقه بسیار زیادی رو در واقع 2 برابر اون چیزی رو که عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهما اضافه کرده بودند به مسجد الحرام، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه اضافه کرد، یعنی تقریبا 3200 متریشون در مساحت مسجد الحرام اضافه کردند و مواردی رو که در زمان حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه بنا شده بود این هست که هم خود مسجد الحرام تعمیر شد و توسعه پیدا کرد بیشتر از اون چیزی که در زمان عمر و عثمان بود و همین که خود خانه کعبه رو هم عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما اومد و تعمیر کرد. بعد از گذشت این زمان، در زمان بنی امیه، باز هم ولید ابن عبدالملک اومد در سال 91 هجری یک توسعه دیگری رو انجام داد. توسعه ولید ابن عبدالملک در سال 91 هجری بود که ایشون دستور داد که مسجد الحرام را توسعه بدند و یک بنای مستحکمی رو در واقع ایشون آماده کردند برای مسجد الحرام و ستونهای سنگی را آوردند از مصر و از شام و بر روی این ستونها نقش و نگار طلا در واقع بود. برای اولین بار در تاریخ ایشون اومدن سقف زدن در مسجد الحرام و با درخت و چوب درخت در واقع اومدند و سقفی رو در مسجد الحرام اضافه کردند و چیزی که ایشون اضافه کرد در مسجد الحرام حدود 1700 متر بود، یعنی 1700 متر دیگر ایشون اومدند و در مسجد الحرام اضافه کردند و مسجد الحرام در واقع اضافه بر این که خود مسجد رو اضافه کردند، نقش و نگاره هایی رو و تزییناتی رو هم اضافه کردند در ستونه هایی که خودشون در واقع بنا کرده بودند و سقف جدیدی رو زدند. قبلا سقف نداشت مسجد الحرام و این در زمان
ولید ابن عبدالملک در سال 91 هجری اتفاق افتاد. بعد از زمان بنی امیه، در زمانی که بنی عباس سر کار اومدند، دومین خلیفه عباسی ابو جعفر منصور در سال 137 هجری آغاز بکار کردند برای توسعه مجدد مسجد الحرام. کاری که ابو جعفر منصور انجام داد در سال 137 هجری آغاز شد و 3 سال بتون انجامید و تا سال 140 در واقع ادامه داشت و که ایشون دستور دادند به عاملش و کارگزارش که در مکه بود، زیاد ابن عبدالله حارثی، دستور دادند که مسجد الحرام را توسعه بدند از جانب دارالندوه و ایشون در زمان خودشون اولین بار در تاریخ اومدند و حجر اسماعیل را سنگ کار کردند، یعنی تزیین کردند با سنگ، هم از قسمت خارجی و هم از قسمت داخلی رو. اولین کسی بود که در تاریخ در واقع این کار رو انجام میداد و عرض کردم که این کار ایشون و تعمیری که ایشون انجام دادن در مسجد الحرام و توسعه‌ای رو که انجام دادن 3 سال تمام این در واقع بتون انجامید و این توسعه‌ای رو که در زمان ابو جعفر منصور اتفاق افتاده بود یکی از بزرگترین توسعه هایی بود که تا آن زمان اتفاق می افتاد، زیرا که ایشون پیرامون خانه کعبه و مسجد الحرام زمینه هایی رو که خریدند و اضافه کردند تقریبا حدود 5000 متر دیگر بر مساحت مسجد الحرام اضافه شد و یک مسجد بسیار بزرگی در واقع برای نمازگزاران و برای کسانی که طواف می‌کردند در اون زمان با این خصوصیت و کیفیت در واقع آماده شد. اینها خصوصیاتی هست از بنای مسجد الحرام و توسعه مسجد الحرام از زمان خلفای راشدین و در زمان عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، در زمان ولید ابن عبدالملک و همچنین در زمان بنی عباس که دومین خلیفه عباسی ابو جعفر منصور در سال 137 تا سال 140 در واقع مسجد الحرام را تعمیر کردند و توسعه دادند. بعد از این هم در هر زمانی هر پادشاهی که می اومد و اگر احساس می کرد که مسجد الحرام نیاز به توسعه دارد و احیانا برای این که نامینیکی از خودش به جا بگذارد و خدمتی را به حرم مکه کرده باشند می اومدند و یک چیزایی رو اضافه می کردند در مسجد الحرام یا تعمیر می کردند که انشالله در مورد تعمیرهای دیگر مسجد الحرام و توسعه هایی که مسجد الحرام داشتند در طول تاریخ بعد از این مواردی که عرض کردم اینها رو در برنامه دیگر خدمت شما به صورت مفصل تر انشالله بیان خواهم کرد. تا برنامه دیگر و ادامه مطالب شما رو به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة